салом дӯстони гиромӣ, ҳамзабонони арҷуманд, ҳамдиёрону ҳамватанони азиз, ҳамаи шуморо ба дарси навбатӣ, дарси 34 аз китоби New Grammar Time 1 хушомадед ва хайранамуда мегӯям. Hello everyone and welcome to our channel Dunyo Zabon. Welcome. خب میرویم به سراغ درس امروزه. خب درس گذشته درباره have و has گفته گذاشتیم. در اینجا سوزی یک هدیه برای دیو تحفه کرده بود و درس امروزه از اینجا آغاز می شود. خب look, write the correct sentences. نگاه کن و بنویس جمله های درست را. خب در اینجا چی گفت است؟ در اینجا رسم های این کسا هستند و زای حضرت here she doesn't have here. خب در اینجا جمله ها را آوردن، یعنی 6 جمله آوردگی است، یک تشکر کرده است، 5 جمله دیگر است. یعنی اینها تقریبا غلط هستند از روی معنا، از روی گراماتیک نه، از روی معنا. اینها را میخوانیم و در این طرف دست راست چون میکنیم از پیش خود باز جمله می نویسیم، جمله درست از روی معنا. مثلا یا کنیم جمله یکم میگه زوی has red hair، یعنی زوی موی سری سرخ دارد. خب نگاه کنیم زوی را موی سری سرخ ندارد، موی سری قهوه رنگی است تقریبا، یعنی بله قهوه رنگی است. یعنی خب اینجا را بخونیم she doesn't have red hair. دیدید؟ یعنی میگه که وای موی سری سرخ ندارد. خب she has brown hair، وای موی قهوه رنگی دارد، وای موی قهوه رنگی دارد. خب رقم 2 brain has small glasses. brain عینکی خرد دارد. خب brain عینکی خرد ندارد، کلان دارد. نگاه کنین از چشمش هم از سرش هم کلان است. خب می نویسیم خب می نویسیم که he خب با زبان تونجی که بودی خب he doesn't خب he doesn't have چی بوده جا small glasses. he doesn't have small glasses. he doesn't have small glasses نقطه. جمله نو سر می شود he has خب اوجا عینک کلام بوده he has big glasses. he has big glasses. he has big glasses. وای عینکی چی دارد؟ کلان دارد. خب جمله سوم رو میخونیم. در جمله سوم میگه deaf and brain have long hair. deaf and brain have long hair، یعنی میگه deaf و brain موی سری دراز دارن. خب میبینیم اول موی سری دراز ندارن، موی سری کوتاه دارن. خب در اینجا می نویسیم که they don't have long
long hair. They don't long hair. خب they have short hair. Short hair. یعنی اونها موی سری دراز ندارن، اونها موی سری کوتاه دارن. خب جمله چهارم Corky has a small beak. Corky has a small beak. beak نول می شود. نول یعنی بعضی پرنده ها نول دارن. خب باز ببینیم که در اینجا چی گفت. در جمله چهارم میگه Corky has a small beak، یعنی کورکی نولی مایده دارد. خب در اینجا نگاه کنیم نولی مایده ندارد، از سرش در نولش کلانه. خب اینجا می نویسیم که he doesn't. خب برای چی جا he آوردیم؟ بخاطر بعضی حیوان های خانگی اگر اگر جنسی نرینه و مادینه‌شون معلوم باشد، پس با جانشین شخصی مراجعت میکنیم. در درس‌های پیشکی هم اگر دیده باشین در چند جا کورکی رو با he مراجعت کرد. خب he doesn't. خب he doesn't have. خب اینجا big. he doesn't have a small beak. خب he has a big he has a big beak. A big beak یعنی نولی کلان دارد. نولی کلان. خب Vicky has a green dress. Vicky has a green dress یعنی میگه ویکی کرته پیراهنی سبز دارد. خب پیراهنی سبز ندارد، کبود دارد که می نویسیم خب she doesn't have a green she doesn't have a green dress. خب نقطه جمله نو she has خب کرته چخیل داشت کبوده. she has a blue dress. she has a blue dress یعنی وای کرته کبود دارد. the frogs have short legs یعنی قورباغه ها پای های کوتاه دارند. خب قورباغه ها پای کوتاه ندارد، چخیل درست میبینین از خودش تا پاش کلانه. پس می نویسیم که they don't have short legs. خب they یعنی قورباغه ها پای های کوتاه ندارند. they have آنها دارند. they have long legs آنها پای های دراز دارند. خب تمرین رقمی 4 put the words in the correct order. میگه کلمه ها رو در ترتیبی درست بگذار، یعنی مرتب کن، یعنی مرتبشون کن، با تنظیم بذارشون. write true answers و جواب درست رو بنویس. مثلا در اینجا you do red hair have اومده است، این را با ترتیب میگذاریم. do you have red hair؟ آیا تو موی سری سرخ داری؟ در جواب yes I do no I don't.
یعنی بله دارم نه ندارم. اما در اینجا گفته است که write true answers، یعنی جواب درست را بنویس. مقصد که یک جواب نویس، جواب درست. A bike best friend does have yours. خب این را با ترتیب میگذاریم. اول از جمله از کلمه سوالی شروع میکنیم. does، خب بعدا does your best friend does your best friend have a bike یعنی ترجمه چی می شود؟ دوستی بهترین تو دوچرخه دارد، دوستی بهترین تو ولسیپد دارد. خب هر کس از تن خودش نویسد ها یا نه، اگر در پریمیره باشید ها یا نه. خب سوال با شما، do your best friend have a bike؟ does your best friend have a bike؟ does your best friend have a bike؟ does your best friend have a bike؟ آیا دوستی بهترین تو دوچرخه دارد، ولسیپد دارد؟ خب جواب درست گفته است در اینجا. همون نو میکنیمش. نو ندارد. نو he doesn't. No he doesn't. یعنی برای چی ما نو کلمه ندارد؟ خاک همش ماشین دارن. ولسیپد روزی کم آدم استفاده میکنن. خب we teacher have do and you. این را با ترتیب بگذاریم. خب جمله سوالی خطی، کلمه سوالی خطی آغاز میکنیم. Do we have a new teacher? آیا ما معلمی نو داریم؟ آیا ما معلم آموزگاری نو داریم؟ یعنی مثلا در صنف یک معلم می‌دارد، معلمی نو است، بعدا طلبه‌ها اینش باید سوال می‌کنه do we have a new teacher؟ do we have a new teacher؟ do you have a new teacher؟ do we have a new teacher؟ آیا ما معلمی نو داریم؟ خب در جواب بعدا طلبه‌هاش میگن yes. خب yes we do. yes we do. جمله چهارم bigs people do have. پس این رو با ترتیب میگذاریم. do people have bigs. آیا مردم نولی دراز دارن؟ خب مردم نولی دراز ندارن، مردم دهان دارن. پس می نویسیم که no they don't. خب جمله پنجم do you have a computer؟ آیا تو کامپیوتر داری؟ آیا تو رایانه داری؟ پس می نویسیم yes I do. جمله ششم و شاید جمله آخران هم باشد امروزش. جمله ششم a frog does have a tail. خب جمله سوالی
Does a frog have a tail? آیا قورباغه دم دارد؟ قورباغه دم ندارد فکر من. ندارد. قورباغه دم ندارد. و می‌نویسیم که no it doesn't. وای ندارد. خب دوستان ارجمند، در خاطر درس دراز نشدن اینجا اکتفا میکنیم و از درس آینده باز از اینجا آغاز میکنیم. درس آینده از اینجا درس 35 میشود. 35. خب درس امروزه در همینجا با پایان رسید. یگان گفتنی، پیشنهاد، سوال داشته باشین میتونین در زیر شرح نویسین و اگر درس ها براتون پسند باشد میتونین با دوستانتون توصیه کنین و اینها را اگر امکان داشته باشد میتونین اینها را نشر کنین، یعنی پدیلیتیا بکنین. و تا درس های نوبتی خدا نگهدار. See you next class.